سلام، وقت همگی بخیر. امیدوار هستم که همگی صحت سلامت باشین. به اولین ولاگ ما از چینل خودتان خوش آمدید. من امران هستم و در خدمت شما و اولین ولاگ خود امروز به ثبت میرسانیم. امیدوار هستم که از این ولاگ شما لذت ببرین و بیننده از این ولاگ باشین. امروز با دوستای ما میریم چکر و یک چکر دوستانه است و میخوایم تجربه خود به شما شریک کنیم. امیدوار هستم که این ولاگ تا آخر بیننده باشین و چینل سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را لایک کنین و از ما حمایت داشته باشین. در ادامه برنامه با شما هستیم. که در پسرم هستن شما میبینید ما اینجا آمدیم و میخوایم ما بازی کنیم. بعد از او هر جایی که رفتیم انشالله شما رو در میان میگذاریم و به شما ولاگ میگیریم. شما بیننده ما باشین و ما را تقدیمات بیننده ما بودین. قسمی که میبینین ما برآمدیم از حوض و میخوایم طرف یک رستوران بریم. هوا بسیار سرد است. انشالله در ادامه برنامه با شما هستیم. رستوران روان هستیم، بچه‌ها پیش هستن. من خواستم تصویر از اینا رو به شما بانم و برایتون صحبت کنم. میریم به طرف رستوران تا قدم زده. ما فعلا در کارتی 4 موقعیت داریم و کسایی که از کارتی 4 خاطره دارن حتما خاطرات خود در بخش کامنت به ما بنویسن که از کارتی 4 خاطره داره. حتما به ما بنویسن. شما هم چند تصویر ببینین از کارتی 4. بچه هم هستن تمامشان. قسمت که میبینید تمامشان هستن. باش که یک دقیقه ما را بگیریم که نگه که ما را در تصویر نگیرفتیم. آمدیم اینجا بچه های کباب گرفتن. کسایی که نمیخورد بخواد برگه فرمایش دارن. برگرها را ما گرفتیم. انشالله در ادامه برنامه براتون نشان میدیم که چی چای بی دیگه بس می‌کنیم با ما یه چای و پرتم یک گلاس گرم راست مرمی شخصی خطاب کبابا میشه رسید. کسایی کباب میخورن کباب رو تقسیم میکنن یا کباب میخورن. اینجا کسایی ما کباب نمیخوریم. و یا کباب است.
از خاطرات داره از این خاطرات امروز کباب کارت چهار چند من است؟ گوش کارو چی میاره یهو یک شو معیشو میتونه یا ما از برگر ما از شو میگه تو میگی میتونم نمیزنم برگر گرفتیم برگرهای کارتی 4 خدا کنه صدای مصیبه به خاطر که سرسبه زیاد برگر هم میخوریم برتان میگیم که چقسون مزه شد بسیار یک برگرهای خوب داره ما میتونیم به تصویر ببینیم که چی در برگر یک برگر بسیار متفاوت و اونجا هم بطور یک کباب میخورن کبابایشون باشون بخورن کسایی که از این کباب خاطر داره حتما بگوید تبخشی کنن تو مانان خواهد نتیجات میکنیم در ادامه حتما هم باید شما هست کباب کسی قیله داره سعی کنم تو فکر کن اگه خوبش نباشه کبابش تو این ولایت من از کجا که کباب خوردن آوردی از کجا جمع کلام آوردی تو فکر کن تایمنی تو اینجا دوست دارم که کرای موتر بدی به خاطر چی به خاطر کباب بشه صحیح است نه کجا هست آدرس تانم بگوین آدرس بگو بس آدرس بگو کارت چهار بیسته چی آدرس قندوز کباب کارت چهار بالا گلکسی حتما کسایی که علاقمند کبابشان شدن به این رستوران بیاید جان نفهمیدم کسایی که علاقمند کبابتان شدن حتما بیاید 100% این کباب است که تو فکر که یارو نفر خورده که چه هفته دیگه جمع کرده آورده باز از ما رو نمیگه که این چیزایشون با کج تخفیف داره باز تخفیف رایگان است یا تخفیف داره نه بیخی رایگان این کمرای ماسش نمیشه حساب نمیشه البته کسی که زیاد خوراک بالا بخوره یک خوراک کباب امروز از این چیزاش چند میشه؟ امروز از اینیا بله یا خود کباب 100 روپیه است امروز از یاش باز؟ این دانه 30 روپیه یاش 30 روپیه تصویرش چند در خوراک کباب بود باز یا تخفیف است حساب نمیشه صحیح است در پایین که باشه با حساب میشه و خیر باشید تشکر باشه جان نانشانم خلاص شده دیگه طرف باشه حساب نکنیم اگه باز از رستوران دیگه حرکت از طرف خانه از اینکه بیننده از این برنامه بودین لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر یادتان نره خداحافظتان تا برنامه